ماموران طبی در پاکستان معرکه 3 روزه واکسین زنی بر ضد بیماری فلج اطفال در ولایت خیبر پختونخوا را شروع کردند. گروه‌های امکانی در دو ناحیه کار خود را ادامه دادند، اما از ترس تندروان اسلامی به ناحیه سیوم راه نیافتند. در پاکستان امسال 270 مورد سیرت بیماری فلج اطفال ثبت شده است و پاکستان یکی از 3 کشور جهان است که بیماری مذکور در آنها پهن شده است. همچنین در پاکستان نمایندگان قوم هندو در شهر کراچی به خاطر قربانیان حمله خونین طالبان به یک مکتب پیشاور شمع روشن کردند. روز 16 دکبر طالبان پاکستان با حمله به این مکتب 132 کودک و 9 کارمند آن را کشتند. جنگجویان طالب گفتند که حمله به مکتب نقاری از ارتش پاکستان بود که برای محو تندروان در منطقه‌های قبیله نشین عملیات پیش میبرد. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان گروهی از فعالان در نزد کاخ رئیس جمهور جمع آمدند و به طرفداری وارد شدن کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه شعار دادند. آنها از جمله شعار در دست داشتند که در آن نوشته شده بود روسیه شریک استراتژی قرقیزستان است. قرار است الماسبک آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان سازشنامه همراه شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را روز 23 دکبر امضا کند. سر از روز 1 انور در این سازمان روسیه و قزاقستان، بلاروس و ارمنستان و قرقیزستان شامل می شوند. در شهر بلگراد پایتخت سربستان آموزگاران کشور بر ضد برنامه پایین آوردن مزد کارمندان نهادهای دولتی اعتراض کردند. معلمان میگویند حکومت ضمن صرفه‌جویی در بودجه دولت نباید به مزد کار آموزگاران برسد. آموزگاران سربستان بعد از آن به تظاهرات برآمدند که مذاکراتشان با حکومت و بازداشتن درس در 1000 مکتب در سربستان نتیجه نداد. در جمهوری مکدونیا نیز چند هزار نفر به نشان اعتراض از تغییر کودکس انداز و یا مالیات در کشور اعتراض کردند. بر اساس این تغییرات کارمندان پیمانی و یا قراردادی باید مثل کارمندان دائمی مالیات بپردازند، ولی از امتیازهای دیگر به مثل سقورت حتمی طبی و رخصتی محرومند. کارمندان پیمانی در گذشته در سربستان مالیاتی کمتر می پرداختند.